از سوز علاو سر می زند، ننگ از گرد وطن سر می شود. شعر طفل روح اسیان زاده است، شاعر از درد وطن سر می شود. من همانم که دوست می دارم عاصی را که عاشق من نیست. من همانم که بخت می بخشم عامی را که لایق من نیست. من شاید یکی از اونا باشم، ما زیاد نیستیم که سن سالشون دوست میدارن، پنهان نمیکنن. هر کس با این سن سال نمیرسه. با مخصوصا اگر زندگی من ورق زنی باید که 100 بار میمردم و 100 بار زنده میشدم، هم خیلی هم شد. خب اینم یکی از نبهای سنجش آفریدگار است برای شخصایی که از نام تمام مردم سخن میگوین. شاعر که زبان ملت است، خواهی نخواهی. ادبیات شناسی هم تاجیک و هم کشورهای فارس زبان به همین نتیجه رسیدند که در نیمه دوم عصر 20 در شعر تاجیک به هر حال 4 نفر همچون از پیشگامان شعر اعتراف شدند. این شخصیت ها استاد مومن قناعت بود، بعد استادان بازار صابر، لایق شیرعلی و گل رخسار. از این که ما رو در صف فلانه میمونن چی برای من خیلی عجیب است. بگی برای چی؟ اینا سن سالشون خیلی به یک جا رفتگی، اینا همشون مردای بسیار بزرگی ادبیات ما. اما من مثلا یک دخترچه دیهاتی را که در پهلوی همینا ماندنشون از همون روز اول تا حاضر برای من حیرت آور است. نه که ما مردم نمیگیم که اینا دوست دار و یا دوست ندار، اینا جایزته اون جایزه نته، مردم خودش انتخاب میکند. من 5 ساله مکتب رفتم، اپم مستانه 7 ساله رفته است. از پای او منم رفتم. بسیار وقت از درون بسیار برف کلان میباره در طرفای ما در کشور. بسیار وقت ما را گم کرده از درون برف پیدا میکردن 5 ساله. و 15 سالگی علاقه دانشگاه چی بودم؟ کورس یکم خواندم. دانشگاه من دولتی تاجیکستان به نام لنین که هر کس از نزدیکم نزدیک شدن نمیتونست. اون وقتا به کوتا نگفتم با کسی، خودم اومدم با ماشین را داخل شدم. همین استاد گل رخسار کتیبی رایکومی همو وقتا زخواتف میگفتن یکتا. همون آدم وقتی میبینن که همین بسیار یک وای دارد، استعدادی فوق‌العاده دارد. به رحمتی پدرم میگن که همین دختر تمام رفته خونه، وای این بسیار استعدادی بلند دارد و به فکرم که آیندهش خوب است. بعد پدرم اول خیلی فکر میکنه، شما تصور کنید که از یک دهه هیچ کس دخترو نمیخواند، هیچ وای نمیکند. اول یک فکر در فرو رفتن، لیکن بعد راضی شدن. بعد گفتن که میلش، اگر که گفتن که ما اونجا اونا با جای خوب، با حتی در کورشات کار میتیم، با خوراک، با همه چی تامین میکنیم. من برادرش اینوش همراهش هستن، نگاه میکنن. شما فقط اجازه‌تید، ما نگاه میکنیم. همین کس رفته خونه. پدرم راضی شدن. از بعد صنف 7، بعد ختم صنف 7 استاد گل رخسار برابر دیگر برادرم و اینا رفتن در همون اینترنت 3 سال دیگر تحصیل کرده، مکتب میانه را ختم نمودن و بعد اومده به دانشگاه ملی داخل شدند.
رئیسمون شاعر مشهور روس دوستی عزیز من اندری دیمیتریچ دیمنتوف بودن. بعد گفتن که وقتی که من مدیر شعبه سکک پیسیس بودم گفتن که از تاجیکستان یک محرر میآید که خیلی جوان است، نه که خیلی جدی است. بعد گفتن که خوشرویی هم هست. میگوید که من هر دفعه فراموش کردم خوشرویش میخواستم ببینم. هر زمان میبرم بیرون میگم که کجا شد از تاجیکستان، نگاه میکنم هیچ کس نیست. من هم پشت در نشستم، اومدم نشستم، درم میکشیده است نمیدیده است. بعد کاتبای پرسید است که همون محرری که از تاجیکستان میبیاید خیلی جوان است، اصلا هیچ ممکن است که 22 ساله محرری دو وقت مجله چی هم مشعلم 2 سال همراه پیانیر تاجیکستان بود، من سر محرر هر تاش تعیین شدم. بعد گفت که پشت در این کس اینجا 6 تا است. مگه نگاه کنم. بعد گفتم که در وطن شما پیانیرها هم سر محرر تعیین میکنن. بعد میگفت که سخت رویم با نگاه کرد گفت که میکنم ضرورت شود. در کار شود میکنم. یک مدت منم در مسکو زندگی میکردم، 1 سال در اونجا بودم. همون وقت استاد گلرخسار بودن، دیپوتات بودن. بعد میرفتیم. من بسیار پیششون و همه وقت همونجا بودن، بسیار هم 1 هفته نمیگذشت که باز در مسکو بودن. من نزدشون میرفتم. من راستی گپ در صحبت‌های خانوادگی البته اون کس وای میکردن، لیکن نه تنها در صحبت‌ها همون شاعر و همون نویسنده ها و همون آدمای بلندپایه و بلند مقامی که در همون دوره بودن به خانه استاد تشریف می آوردن، حتی به دیهای ما می رفتن. من از جمله باریس یلتسین اینا همشون دیهای ما رفتگی هستن. هیچ وقت سیاستمدار نبودم، اما این چنین معنا ندارد که من سیاستمدار نیستم. بزرگترین کتاب سیاست در جهان کتاب سیاست جنگ رسول شاهنامه است. استاد فردوسی یک دهقان بودن و باغ راغ داشتن و کار میکردن و شاه و وزیر نبودن، مثلا سفیرم نبودن در اینجا. تا امروز سفیر جهانی است، سفیر ملت دنیا است. همون گفته بودم که شعر، وظیفه شعر فقط از اون نیست که ببینید شاعرایی که مثلا مخصوص درباره محبت و عشق و نمیدونم چی میکنن محبوبن، اما در روزهای سخت ملت از اونها یاد نمیکنن. باز همون شاعرایی که درد ملت گفتن همونو با پیش میگذارن. یک مصرع حافظ یک جهان است. این چه شعری است که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. ببینید در همه دور و زمان با همه 2 مصرعش حافظ شاعر سیاسی است، اما که شاعر سیاسی نبود. سیاست هم یک نوعی میگم علمی هست که میخواهد که از یک طرف البته خلل میرساند به جای کمک کردن، اما باید باشد، نمیشه به سیاست. شخصیت ادبی شخصیتی خاص و ویژه‌ای که برای خودشون ساختن و وجود آوردن در طول فعالیت ایجادی. و دیگر این که وقتی که ما جایگاه میگوییم با این خاطر است که نه تنها در تاجیکستان بلکه در خارج از اون هم وقتی که در باره ادبیات ما قضاوت می شود حتما یکی از سیماهای معتبر، معروف و پذیرفته ادبیات ما استاد گلرخسار صفی نامزد می شوند، چی در بین همزبانان و چی در میان خوانندگان اتحاد شوروی سابق و چی بیرون از آن. یعنی شعرشان از گستره ها، از مرزهای کشور ما بیرون رفته، معروفیت پیدا کرده
و حتی ترجمه اشعارشون هم مثلا به زبان روسی سروده می شود. نه تنها مطالعه می شود بلکه شعرهایی دارند که ترجمه شده به روسی و سروده می شوند. در ادبیات شناسی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفتند. در ادبیات شناسی روس، در ادبیات شناسی فارسی زبانان ایران و افغانستان و فارسی هندوستان، هند و پاکستان مورد پژوهش و تحقیقات قرار گرفتند. بگو خورشید را با مه ندیدی؟ شکوه کوه را در که ندیدی؟ تو که دیر آمدی تا من پیاده جوانی مرا در ره ندیدی؟ این خیلی سوال ها، این خیلی خطاب ها، این خیلی حسرت ها در روزای نوروز زیاد میشه، چون که همه میخوان که جاودانه باشن. سرد است هوا، هوای دنیا سرد است. سنتور دلم پر از نوای درد است. از بس که ز شاهی فنا با خبرم، کچکول دلم پر از گدایی. همان گونه که مثلا سیمین بی‌بهانی یا که فروغ فروغزاد در جامعه فارس زبان معروفیت دارند، شاعره گلرخسار ما هم همون نقش و همین سیما را در ورارودان و در محدوده اتحاد شوروی اجرا کرده است. در روحیه حس ملی شعر گفتن، مسئله های زبان و فرهنگ و ادبیات تاجیکی را مطرح نمودن که بنیادش را البته استاد ترسونزاده و پیشتر از اون کس استاد عینی و دیگران گذاشته بودند، این چیزها را در شعر مستحکمتر تجسم میکردگی شدن. من همیشه درباره وطن می نوشتم، همون سالهایی که در این وطن نبودم، 5 سال ناعلاجی از ناچاری نبودم. میدونی خطا برای چی؟ همون وقت من یگون بار در یگون جو نام وطنم بد نکردم، برعکس شبای شعر میگذروندیم برای تاجیکستان، برای صلح برای تاجیکستان. پول جمع میکردیم، دارو میخریدیم برای بچه ها، خوراکواره میخریدیم، روی میکردیم، هیچ وقت مونا تشویق نکردیم. این هم یک عشق وطن بود که دوستای من میدیدن، از اما عشق من همراه میشدن. همونا گفته سودم که چوا این شعر آخرین من هستن که چیست استقلال عزت داشتن، بر دیار خود محبت کار داشتن، در زمین شهرت، در ضمیر شهرت آزادگان دانه صدق و صدا محبت کاشتن، هدیه یزدان بهشت ما وطن، شه کتاب سرنوشت ما وطن. نمی دیروز 3 سال شد که من ذکر الله بسیار خوب می تاجیکستان جست و نشناسد کسی، در غروری من کوهستانی مرا، در کلام سادم در لهجم، ضرب اسیان روح اوریانی مرا، ذره خورشید تابانی تویم،
لاله در مرز دامان تویم. ای وطن ای روح ای مادر خدا، دختری برقی کوهستانی تویم. نه من مادر عزیز، من یک پسر دارم، من مادر هیچ کس نیستم. برای مادر این ملت بزرگ، این ملت مقدس، این ملت قدیمه، این ملتی که دیگر ملت ها را ملت کرد، مادر این بودن باید که بسیار بسیار نمیدونم بزرگ باشی و بسیار شریف باشی و بسیار خیرتمند باشی. و من چنین صفات ها رو ندارم. من یک انسان عادی ام، اومدم راه خودم طی کردم، میروم، چقدر دیگه مونده است نمیدونم. مثلا مولانا رو گفتن که حیف همه خیلی انسان مثل شما بزرگ باید که 400-500 سال عمر میدید پیش از مرگش. گفت است که شما چرا منو دشنام دادین؟ من که فرعون نیستم که 450 سال عمر طلب کنم. من کارا که از پدرم گرفته بودم سپارش اجرا کردم میروم. یعنی که من چی حق دارم که من خودم این صفت برای خودم افتخار میدونم. نه که من نمیتونم این بار این صفت بردارم. و اونایی که این دو خیل میگن، یکی با طنز میگه، دیگری مثلا با خرسندی میگه. لیکن من چنین قدرت چنین قوت قدرت ندارم که مادر یک ملت بزرگ باشم. ملت مادر من است، ملت من زاده است، من شما رو زاده است، اما کسی مادر این ملت بدن نمیتونه. من در نفس شتاب خود خواهم زیست، در هر ورقی کتاب خود خواهم زیست. تا هستم و هست ظلم و ظلمت به جهان، در خنده آفتاب خود خواهم زیست.